سلام بیننده گرامی، با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتار سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشتی خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی‌های جولان برگشتند. امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چنین حادثه را تا کنون در یاد نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بیرحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با 2 زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو آزادی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرحی آینده‌دار است. آنهایی که سهمیه‌های چنین طرح‌ها را خریدند برد می‌کنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است. مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه‌های راغون که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می‌آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه‌ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیض‌الدین قهورزاده وزیر مالیه تاجیکستان درباره سرمایه‌گذاری راغون صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلار دیگر لازم است. زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای انشاءات باید جلب نماییم. نیازمندی این انشاءات با جلب مبلغ‌ها هست، لیکن ما نحال همه آن مبلغ‌هایی که با یورباندایی که جلب کردیم مصرف نکردیم تا آخر سال ما بهادهی داریم که با یک قسمت مبلغ‌ها استفاده می‌شوند. ما امروز با دیگر سازمان‌های جهانی هم برای جلب مبلغ‌های امتیازناک کاربری کرده ایستاده‌ایم. این زمان ساختمان راغون از حساب پولی یورباندهای ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت. اما بهره این قرض‌ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه‌ها بسازد، ولی فروش سهمیه‌های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار به موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه‌های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرزی سوریه و بلندی‌های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی می‌کنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل می‌یابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله اشور گزارش می‌دهد. با اوج گرفتن ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی‌های جولان فرستاده است.
در این باره گنرال سرگئی روتسکوی رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه در یک نشست خبری در مسکو خبر داد. امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است. اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه‌های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مناطق جنوب غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک می‌کنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه‌های زیر نظارت سوریه در بلندی‌های جولان با حمله‌های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک می‌کند و اسرائیل می‌خواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروه‌هایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه‌های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شوند خطر مستقیم به امنیت ملی خود می‌شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی‌های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است. برمیگردیم به تاجیکستان که سرگی اساسی آبی آشامیدنی 10 میلیون ساکن تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما صدها هزار نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارشی سروین نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم. آبی ما 2 روز در یک باره آخی خیلی دیگه زیاد اکن ندیدیم و رید که اگر نشه یکان وقت. نبودی آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحر خوب گذرند. شب ساعت 11 تا ساعت 2 سیره هم قدر میکشن، هم بچکم را پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تمام 2 روز دیگه را آب استفاده بریم. دیگه آب این حال نیست. در محله خاورانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده‌ها ساکنان در این محله از نبود آبی کافی اذیت میکشند. آب میاد، ما شبها بیدار ایستاده و درخت‌ها نهال‌های خود را آب میدهیم و بشکه‌های خود را پر کرده بعد از آن استفاده میبریم. شب‌های باید آب بیاد، ما انتظار میشیم که آب بیاد اما نمیاد. دین شب پرویز اومد با این شب گذشته نمیاد، با این شب میبیه بی اون نمیمونیم خیلی با آبی که میبیه و دیگه های که همه وقت آب داری و دیگه آبی کشیدن برکت نداره، آبی کلاکین برکت نداره. افزایش شکایت ها برای بی‌آبی در حالی است که مقامات میگویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند. استحصال آب برای مردم ما را در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه 350 هزار کوب لازم است آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870 هزار کوب نمیرسه. برای چی نمیرسه؟ برای که نادرست استفاده میبریم، حولی را آب میزنیم، درخت آب را ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه دا کشاده میمونیم. در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57% اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43% آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بیهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلندآشانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه‌های افضلیت‌ناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربنیادها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در کلاب شب 2 اوگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیسریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غمزده شدند و افسوس میخورند. همکاری ما به مکان دفنی همین 3 طفل به کلاب رفت. آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 اوگوست در آرامگاه رقم 2 شهر کلاب
در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که 3 فرزند رستم برهانوف کمیسر سابق حربی کلاب بر اثر زهرآلودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعتهای 10 صبح روز 2 آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار 3 جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر 3 طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها میگویند بعد مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده میشد که این فاجعه رخ داد. مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از 4 روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندانها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزبک غفوروی 38 ساله روز 30 ایول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و او را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش‌ها او ظاهراً در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چیکار می‌کنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا ناامید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند. جهت جلب دختران به تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران به تحصیل میانه پوره از جانب مسئولین کمیته در محله ها و شهر و ناحیه ها منتظم واخوری و صحبت ها برگزار می‌گردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران ساعت با وقت دوشنبه 9:50 است. 10 کم 10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خواندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمی‌دهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعداً به او داده می‌شود، ولی طوری که قبلا هم می‌دونیم او ساعت رسیده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون می‌شود. شما 50 دقیقه برآمد کردیم، در 10 دقیقه خبرنگاران به شما چی سوال می‌کنند خدا می‌داند. 6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی‌های گفته گذاشتم برآمد خود را تیار کرده بود و این را گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله باید کوتاه کرده فشور شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خواندین. خواهش میکنم دفعه دیگر اقلا 10 دقیقه خوب 15 دقیقه خواهش میکنم. ما خبرنگاران وقت کم داریم. من گفتم که امروز شما میگین قبول دارین ندارین، حتی الان قبولگاه شما زنگ میزنه هم دختر ما رو تو به فوتبال میکند. در همه جامعه زنان مشکلات دارن، به خصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی، حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتن، یعنی پرابلم ها حل خودشان را نمی‌یابند. و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودند میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و به سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگزاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دوم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.